من فقط میتونستم مرغ و جوجه بخورم، یعنی توی دوران، یعنی گوشت قرمز و اینا ممنوع بود. فکر کنید یک ماه تمام بستری بودم بیمارستان. هر روز که میومدم بودن غذا چی میخوام، گفتم زرش پلو با مرغ هر روز. بعد دادم یه روز آشپز بیمارستان اومد گفت من مثلا میخوام اتاق 212 ببینم این مریضش کیه. بعد اینطوری کرد تو چه جوری هر روز داری مرغ میخوری؟ خیلی واسش عجیب بود که یک نفر تو یک اتاقی هست که هر روز ناهار داره زرش پلو با مرغ میخوره. بعد وقتی اومد منو دید گفت مثلا دید یه دختر جوونی هستم، هر روز واسم یه دیزاینم میکرد کنار بشقابم که این واسه من خیلی جالب بود. ببین الان چند سال گذشته و تو ذهن شیوا خانوم مونده و اینکه چقدر ساده، هیچ کار خاصی شاید نکرده، هزینه‌ای نکرده، ولی یک محبت، یک مهربونی بدون هزینه، ولی قشنگ توی قلب و ذهن شما این نشسته که الان بعد از این همه سال بین این همه سختی و بالا و پایین و مدال و این همه چیز میای بهش اشاره میکنی، میگی تو بیمارستان یکی بود. من میگم این مهربونی خیلی قشنگه. آدم خیلی ساده، خیلی راحت میتونه با کارهای کوچیک بسازه.